سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من محمد گیمر هستم و امروز اومدیم با هم دیگه آموزش بدیم که چطوری زمین ماینکرافت رو صاف کنیم. خب دوستان، قبل از شروع این ویدیو خیلی ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه کانال ما رو دنبال نکردید دنبال کنید. برو بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، ما وارد این بخش میشیم که یه مپ رو بسازیم. این بغل این نقشه یه عکس فرنیس هست. وارد اون بخش میشیم و اینجا دقیقا همین دکمه رو فعال میکنیم و وارد مپ میشیم. خب دوستان، من وارد مپ شدم و بله، مپ ما صاف شده. خب دوستان، ویدیوی ما به پایان رسید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. بازم میگم اگه کانال ما رو دنبال نکردید دنبال کنید، این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.